چایناتاون در سال 2019 در کابل افتتاح شد. ما زیر پر یک عقاب چینی قرار داریم. چین یکی از کشورهای همسایه ماست که در شمال شرق افغانستان قرار دارد و از جمله کشورهایی است که بعد از آمدن امارت اسلامی بیشترین فعالیت را در بخش‌های گوناگون از جمله بخش‌های تجاری و اقتصادی در افغانستان داشته است. دوستان، امروز در یکی از مراکز فروش اجناس چینی آمدیم، جایی که نمایشگاه چین 6 سال قبل در اینجا برگزار شد و تا فعلا هم اینا فعالیت دارن و اجناس چینی میفروشن. آمدیم ببینیم که اینا این اجناس را چگونه تهیه میکنن و فروشاتشان چگونه است. قیمت ها را با هم دیگه ببینیم و در این گزارش با من میرویس جهید از گزارشات شهری ما همراه باشین. خب دوستای عزیز، ما وارد شهرک چینی یا چاینا تاون شدیم دیگه. اینجا آمدیم، یکی از برادرای ما مسئولش هستن، همراهشان صحبت میکنیم. سلام جناب استاد، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربانتون، بخیر باشین. خوش میبینیم. در نخست اگر ما یک معرفت از شما داشته باشیم و بیننده های ما، بعدا هم بپردازیم به اینکه چاینا تاون یا شهرک چینی چیست، در اینجا چی فعالیت های صورت میگیره، باز قدم خواهد زدیم. درست است، تشکر. من محمد یاسین هستم از کارمندای شهر چینایی یا چاینا تاون. خیلی ممنونتان. جناب استاد، در مورد چاینا تاون برای ما بگین که چاینا تاون چه زمانی آغاز به فعالیت کرد و بیشتر در اینجا چی فعالیت های صورت میگیره؟ چاینا تاون در سال 2019 در کابل افتتاح شد. شخص چینایی به نام یو مینگ خوی اینجا چاینا تاون به خاطر تعامل بین تجارای چین و افغانستان اینجا افتتاح کرد که قبلا چاینا تاون در ساحه چهارراهی سرسبزی فعالیت داشتن و مدت 2 سال است که بعد از تحولات امارت اسلامی آمدن در شهر نو فعالیت دارن. بر ما بگین که در چاینا تاون بیشتر این اجناس که شما میفروشین یا هم که شما وارد میکنین کدام اجناس را تشکیل میده و چی مثلا در اینجا بیشتر باز به فروش میرسن؟ ما بیشتر تولیدات ما محصولات ما تولیدات کشور چین است و محصولاتی که ما داریم تولیدی‌های با کیفیت چین است. ما در بخش گرمازایی زمستان ها در بخش گرمازایی داریم، در بخش سرمایی پکه ها داریم، کولر ها داریم، در بخش مبل و فرنیچر فعالیت داریم، در بخش لوازم خانگی و در بخش صنعتکارا ما فعالیت داریم و بخش به حساب موتورسیکل های برقی داریم که وارد کردیم. همین چیزا فعلا داریم. بسیار خوب، یعنی که در ابعاد مختلف مثل یک سوپرمارکت بسیار بزرگ که تمام اجناسش تولید چین هست و این تولیدات تا جایی که من معلومات اخذ کردم از تولیداتی است که مردم چین برای خودشان تهیه میکنن. و چه تفاوتی اینجا قائل میشین یا چه تفاوتی ایجاد میشه با تولیداتی که تجارای ما فرمایش میتن و تولیداتی که شما وارد میکنین؟ محصولات ما که هست سفارش داخل خود چین است برای مردم چین که تجار ما وارد کردن، ولی چین برای هر کشوری طبق سفارش و تجار همون کشور، مثلا برای آسیایی ها و برای کشورهای جهان سوم، بر هر کشوری طبق فرمایشاتی که تجار میته هم طبق همون کوالیتی برشان
محصول تولید میکنن. ولی محصولات ما که استاندارد خود مصرفی چین است. که انواع بخاری گازی داریم، بخاری های برقی داریم. این چیزی که شما ببین مثلا این میز طعام خوری چینایی هست که هم به حساب گازی هست هم برقی هست. میتونید این غذا بخورین 4 طرفش به حساب به شکل بخاری، به شکل حرارت خیلی نرمی داره که شما را اذیت نکنه که مثلا لباستان نسوزه. و خیلی در چین این خیلی به حساب در رستوران ها استفاده میشه، در خانه ها استفاده قرار میگیره. ما مثلا بخاری هایی که داریم دود و بویی نداره، ما ایش تضمین میکنیم بر مشتری به ضمانتی که دود و بویی نداره و قیمت هایش هم مناسب است. مثلا 3000 افغانی است تا 1500 افغانی کلانوش تا 1000 افغانی خوردهایش هست. و این بخاری هایی که میبینین این طرف اینا چند شعله‌ای است به حساب به شکل به حساب مرکز گرمی وره است ولی گازی است. و 5 شعله‌ای داره، 2 شعله‌ای داره، 3 شعله‌ای داره. اینا گازی هستند. بله بیشتر به شکل گازی استفاده میشن. و مصرفش هم کم مصرف هستند نسبت به نمونه های اوکراین ژاپن. اینا کم مصرف تر هستند و دود و بویی هم نداره. این طرف که شما می‌بینید اینا بخاری های برقی است که به شکل مرکز گرمی است ولی اینا برقی هستند و اینا با تکنولوژی جدید است که به حساب گرمایی دارن ولی نه آنچنان زیاد هست که مثلا چون در خانه ها طفلا دست نزنن که نسوزن. نه به شکل بسیار زیاد است، تیز است که گرمیشون زیاد است که طفلا بسوزه و نه بسیار کم است که مثلا شما بگیم ولی خانه رو گرم نمیکنه. ولی در امرای خود باز یک صفحه هوشمند داره، شما میتونین گرما و سرمای زیر خودتون کنترل کنین، تنظیم بکنین. خب دوستای عزیز، در بخش فکر کنم سامانالات صنعتی آمدیم دیگه. از استاد یاسین میشنویم در این بخش، چون من معلومات بسیار ندارم، فقط میشنویم. این بخش وسایل صنعتی داریم برای فلزکارا، برای نجارا و بخش نلدوانی داریم و بخش ساختمانی است. ما در این قسمت کوشش کردیم چیزایی را که مثلا دیگران روی زمینه کار نکردن. مثلا ما بعضی وسایلایی داریم که مثلا ما بعضی قلفا داریم، مثلا قلفایی داریم که برای سکیوریتی خیلی بالا است، برای خانه هایی است که مثلا کسایی که به خانه های خود به حساب امنیت اهمیت میتن، باز بر از اونا مثلا قلفایی داریم که مثلا کلی از غیر قابل کپی هست. این قلفی است که به حساب برای بیشتر برای بانک ها شاید استفاده کنن که جایی که به حساب نیاز به امنیت بالا داره. این تعداد زیاد کلی داره که اینا از که به حساب اگر باز از پیش شخص گم شود و این کلی ها طوری ساخته شده که از روی از اینا کپی کردن مشکل است و نمیتونن کسی کپی کنه. و این کلیایی هست که پیش هر کس نیست. ببینید شکل ظاهری که کلیای مخصوص است که فقط برای قلف ساخته شده و اینا غیر قابل کپی کردن است و این میتونه امنیت جایی را که شما را نصب میکنین به دروازه امنیتش بالا میبره. بسیار خوب. اینا دیگه فقط از چین ساخته شده میان و در اینجا این سیستم را ندارن که را کپی بکنن؟ نه، این کلیا در اینجا پیدا نمیشه که تا کلیای به حساب مخصوص است. حتی شاکلیدایی که نه خواهی را همون به حساب کمپانی قسم ساخته که از مثلا از امی کلی ما جوری شده، حتی در پکیجی که دیگه پکیجایی که داریم جوری از در اونجا نیست. مثلا بهر هر چیز رمز و چیزش متفاوت است. بسیار خوب. کسایی که دوست دارن خانهشان در امنیت کامل بوده باشه یا هم در ادارات که کار میکنن، حتی بانک ها میتونن ازش استفاده کنن، یک گزینه فوق العاده است به نظر من. خب دیگه چی داریم جناب استاد در این بخش؟ خب ما در این بخش این بر مخصوص نجاری است. این میخکوبایی است که به تخته به حساب دستگاه میخکوب است که تخته ها را نجارا میخ میکنن. اینا فکر کنم
این دستگاهش هستک دستگاهش هست. و چون ما این توسط ماشین هوا باید فعال شود بله. و این ما ماشین های هوا داریم اینجا، ولی خب اینا را ما به حساب فعال نکردیم، به حساب هوا نداریم. پاور و قدرتش از ماشین هوا میگیره، به او خاطر محکم است. بله اینا ضربهشون به حساب توسط ماشین هوا ضربه زده میشه و خیلی محکم است. بسیار خوب. خب در اینجا فکر کنم وسایل دیگر اینو فکر کنم بسیار طرفدار داشته باشه جناب استاد، به خاطر از اینکه بیشتر کسایی که فلزکاری میکنن در بخش فلزکاری یا هم در بخش‌های دیگه از اینا استفاده میکنن. نه ماشینای اولدینگ است فکر بله اینا برای اولدینگ کارا هست که به حساب ماشین قبلا که بود این سهولت ها نبود، حالا مثلا میتونن به حساب این همراه خود هر جایی ببرن و خیلی راحت کار اولدینگ خود انجام بدن. اینا باز پاورشون چطور است جناب استاد؟ این با برق شهری میتونن به استفاده کرده، خیلی به حساب برق زیادی کار نداره و خیلی راحت از کار باشه. خب دوستان عزیز، در یک بخشی قرار داریم که آمد بهار است و ما تابستان را در پیش رو داریم و معمولا هوای کابل در تابستان گرم می باشه. پس بنابراین در بخش پکا آمدیم دوستان عزیز، در بخشی که نیاز خواهد شد. جناب استاد در این بخش گفتنی شما چی است و شما چی محصولاتی را در این بخش داریم؟ در بخش سرمازایی یا پکا ما پکاهای مختلف داریم. پکاهای برقی به حساب چارچی داریم، پکاهای ساده داریم، پکاهای ریموت دار، پکاهای بی ریموت و پکاهایی داریم که مثلا با موسیقی کار میکنه. با موسیقی کار میکنه، به حساب موسیقی MP3 داره و به حساب کسایی میتونن مثلا در عطر چیزی بهش اضافه کنن با همراه خود، به حساب مرطوب کننده داره و پکای ما ساده ترینش به حساب قیمتاش مناسب است. ما پکا از 2,500 افغانی شروع میشه و لوکس ترین پکی ما قیمتش 6,000 افغانی است و کولر داریم، کولرهای مختلف داریم، سایزهای مختلف و کولرهای ما از 3,000 افغانی شروع میشه و تا 8,000 افغانی است. باز دوستانی که از طریق میدیای شما که تشریف بیارن ما بر از اینا شانتیون داریم و تخفیف های مد نظر میگیریم انشالله. باشه قربانتان. دوستای عزیز، کسایی که ویدیو را میبینین، اینی تخفیف از طرف یقین میدیا برای شما تقدیم است. شما انشالله زمانی که اینجا تشریف فرما شدین 100% میتونین که از تخفیف های بسیار ویژه برخوردار شوین و انشالله جناب استاد باز او تخفیف ها را همراهتان شریک خواهد کردن. خب جناب استاد، یک موضوعی که بسیار بر من جذاب بود، گفتین شما بخشی از پکا را دارین که اونا میتونن که عطر هم در واقع انتشار بتن یا هم پاش بتن. بله ما از این پکه ها داریم. فعلا ما برای شما یک چند پکه را اینجا معرفی میکنیم تا دوست ما همون پکه را که چی هست آماده کنم برای بر شما معرفی کردم. ما یک پکه های ساده داریم و اینجا یک پکه های داریم که چارچی است. اینو که پکه های چارج میشه و این پکه ها که هست یک شمال ملایمی داره. ایش پکا با استفادهش به قسمی است که اینا برای شفاخانه ها، برای افراد به حساب مریض و کسانی که سنشان بالا هست. این پکا که هست هم به حساب MP3 داره که شما میتونین باش موسیقی بشنوین و هم یک بخشی در پشت سر خود داره که در قسمت شما یک آبی را یا هر چی که شما خواسته باشین میتونین یک عطری را، آبی را یا مواد ضد عفونی کننده را در این اضافه کنین و این از طریق پکه نشر میشه در داخل اتاق و بیشتر به حساب اگر شما خواسته باشین که به حساب شمال پکه خیلی خشک است و شما اذیت میکنه، میتونین از آب استفاده کنین، رطوبت داشته باشه پکه و این پکه را ما به قیمت 8,000 افغانی اینجا فروش میرسیم و دوستانی که از طریق میدای شما اگر بیاین به خریدار ازی ما تخفیف ویژه برشان میتیم و این را به قیمت 7,000 افغانی برای
بیننده شما عرضه میکنیم. خیلی ممنونتان. 1000 افغانی دوستای عزیز قیمت بسیار خوبی است و تخفیف بسیار خوبی است که فقط برای کسایی که از طریق یقین میدیا میاین میتونه که عرضه شود. خب دوستای عزیز، آمدیم در بخش موتورسیکلت ها و او طرف بایسکل هم است و ریکشاهای برقی هم وجود داره. جناب استاد در مورد این موتورسیکلت ها بر ما بگوین. این موتورسیکلت ها تا جایی که من میبینم بیشتر برای رستورانت های هم کارگوهایی که مثلا اونا دلیوری میکنن یا میرسانن هم بسیار مناسب هست. بله، این موتورسیکل ها ما با 3 سایز داریم که حتی برای اطفال، برای نوجوانا و برای کسایی که اهل کاروبار هستن و گشت و گذار زیادی در شهر دارن که بس به خاطر مصرف تیل چیزا برایشان یک چیز دغدغه هست و از مصارفشان کم شوه، میتونن از این موتورسیکل ها استفاده کنن. و گفته شما که برای رستوراندارها و کسایی که کارهای دلیوری میکنن برای از اونام یک چیز مناسبی هست که موتورسیکل هایی که سایز کلان هست. بله. اونا برای کسایی که رستوراندارها هست اینا میشه استفاده کنن. مطمئنا تا هنوز شما فروشاتی هم از این موتورسیکلت ها شما داشتین، به خاطر از اینکه اکثر رستورانت هایی که در کابل هستن این بخش دلیوری را در خودشان دارن و حتی شرکت های مثل افغان پست و اینا هم از اینا استفاده میکنن. چگونه بوده استقبال مردم از کارکرد این موتورسیکلت ها و از اینکه اینا برشان یا کارایی داشته یا هم که نیاز به تغییرات داره؟ برای اولین بار چاینا تاون در سال 2019 موتورسیکل های برقی را وارد کرد در کابل و مورد استقبال خوبی قرار گرفت. ما چندین بار از این موتورسیکل ها وارد کردیم و برتان شاید بگم بیشتر از 60% موتورسیکل هایی که برقی است در شهر کابل مردم استفاده میکنن. من به یقین گفتم میتونم که از مشتری های ما هستن و این نشان میده که مشتری های ما از کار کرده این موتورسیکل ها راضی بودن. خیلی خوب. خب قیمت هایی که بالایشان زده شده از $550 شروع میشه و در چه قیمت های دیگه اینا میتونن که دسترسی داشته باشن؟ خب قیمت این موتورسیکل شما دست گذاشتین سایز متوسط است که $550 است و یک سایز از این خردتر داریم شما ببینین برای نوجوانا هست او با $450 و سایز کلانی که برای گفته شما بر رستوراندارها و کسایی که دلیوری انجام میتن بر از اونا هست او با $650 است و یکی از خصوصیت هایشان بر شما بگویم سایز کلان که هست به حساب سرعت 60 کیلومتر است و در یک بار شارژ شدن تا 60 کیلومتر هم میتونه مسافت طی کنه و این سایز متوسطش که هست سرعتش تا 50 کیلومتر است و در یک بار چارج شدن میتونه تا 50 کیلومتر مسیر طی کنه و سایز خردتر او که هست که به $450 است و او هم به 40 کیلومتر سرعت داره و تا 40 کیلومتر هم در یک بار چارج میتونه طی کنه. ریکشای مسافربری که هست ای به شکل برقی است و 3 نفر به غیر متروان میتونه حمل کنه و به یک بار چارج تا 90 کیلومتر ای مسیر میتونه طی کنه و در 4 ساعت با برق شهری و چارج میشه. و یکی از خصوصیات دیگه ای است که به شکل پشت سر خود به شکل امبولانس و هم رفتاریه به شهر کابل بر مسیرهایی که به حساب کسایی که مسیرهای کوتاه به حساب مسافر بری میخواین برای کاروباری خیلی خوب است. و قسم دیگه شه که میبینین این باربری است باز ای به برق نیست به تیل است و
قدرتش تا 2 تن حمل میتونه و بسیار خوب. سایزش هم کمی بزرگتر از به حساب زرنج هایی که شما در شهر کابل میبینین، این سایزش کمی بزرگتر است. سایزش بزرگتر هست و گفتین تا 2 تن اینا میتونه که حمل داشته باشه و این بسیار خوب است. قیمت اینا چطور است جناب استاد؟ قیمت اینا 1,30,000 افغانی است و کارهای گمرکی اینا تمام شده و دوستایی که میخواستن خریداری کنن از این ناحیه بیغم هستن، فقط میتونن در بخش ترافیک به لمبر پلیتش اقدام کنن، دیگه کدام مشکل گمرکی و چیزی نداره. خب دوستای عزیز، ما هم گزارش خود را در همین جا به پایان میرسانیم تا گزارش های بعدی که باز هم در خدمت شما من میرویس جهید قرار میگیرم. در پناه ایزد منان و خالق یکتا باشین و فراموشتان نشه از تخفیف های چاینا تاون برای مشتریان یقین میدیا استفاده کنید.